سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و سلامت باشید. هانیه‌ام از مسقط عمان کنارتون هستم و آره این گلای خوشگل و سرسبزی که می‌بینید عمانی سرسبزی هم داره. اگه کانال منو دیده باشید ویدیوهای زیادی دارم در مورد هزینه‌ها، خرج و مخارج توی عمان. خیلی ویدیو گرفتم، حالا هستش برید ببینید. ولی اختصاصا در مورد درآمدها خیلی صحبت نکردم. امروز میخوام ویژه در مورد انواع مختلف شغل‌ها و درآمدهاشون اینجا صحبت بکنم و اینکه اصلا وضعیت درآمدی مردم عمان اینجا چگونه است، خیلی ثروتمندن نیستن، وضعیت خارجی‌ها به چه صورته و پردرآمدترین شغل‌ها چیان و اینکه حداقل حقوق اینجا چقدر و مهمتر از همه آیا تفاوتی بین حقوق عمانی‌ها و غیر عمانی‌ها اینجا وجود داره یا نه. همراه هم باشید، مفصل در این رابطه براتون میگم. نکته اولی که وجود داره در مورد این هستش که اصلا کشور عمان خب به خاطر اینکه کشور خیلی کوچیک است از اونجایی که میدونید تفاوت درآمدی بین شهرهای مختلفش وجود نداره. مثلا خیلی از کشورهای بزرگ دنیا هستن که اگه شما در شهرهای بزرگتر کار بکنید معمولا درآمد بیشتری داره، ولی اینجا اگه شغلتون دولتی باشه، استخدام باشید، در یک پوزیشن مشخص و سمت خاصی باشید، فرقی نداره که مسقط باشید یا شهرهای دیگه، تفاوت درآمدی بین شهرهای مختلفش وجود نداره. اما اینکه پردرآمدترین شغل‌ها و کم درآمدترین شغل‌ها چیان، اول از همه باید جدا بکنیم شغل‌های استخدامی و از شغل‌های آزاد یا همون کسب و کارها و بیزینس‌ها و بعد یکی یکی بپردازیم بهتون بگم که وضعیت به چه صورت. اول میرسیم به مدیران شرکت‌ها، مدیرعامل‌ها، مدیران ارشد که خب توی سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف این شغل مخصوص خود عمانی هست، در نظر باید داشته باشید. و اینکه خب حقوق خوبی میگیرن، شاید حدود 2000 ریال حقوقشون باشه، ولی این شرکت‌ها و سازمان‌ها این سمت‌ها رو معمولاً میدن به خود عمانی‌ها و اونها هستن که مدیران ارشد شرکت‌ها و سازمان‌ها هستن. میمونه شرکت‌های نفتی. شرکت‌های نفتی هم درآمدهای خیلی خوبی دارن و حقوقشون بالاست، اما در سال‌های اخیر کار در این شرکت‌ها هم مختص خود عمانی‌ها شده. حالا من توی ویدیوهای مختلفم در مورد بحث عمانیزیشن ویدیو گرفتم، حتما برید و ببینید. میرسیم به کارمندای سازمان‌ها و اداره‌های مختلف دولتی یا کارمندای بانک یا پلیس که این شغل‌ها هم اکثرا خود عمانی‌ها مشغول به کار هستن و درآمدشون هم یه چیزی بین 600 700 تا 1000 ریال هم میرسه، بستگی به سمت و اونجایی که کار میکنن هم داره. و مورد بعد شرکت‌های مهندسی هستن، شرکت‌هایی که حالا تو زمینه ساخت و ساز و راه و ساختمون هستن و این شرکت‌ها هم دو نوعن، یا عمانی هستن یا خارجی هستن. اگه شما با یک پوزیشن خوبی بتونید اینجا مشغول به کار بشید، درآمدهاشون خوبه تقریبا، حالا از رنج 1000 1200 تا 2000 ریال بسته به سمتتون و موقعیتتون در این شرکت‌ها میتونه متفاوت باشه. اما پزشکان، اینجا از ملیت‌های مختلف پزشک هست، ایرانی، هندی، مصری، سوری و سایر ملیت‌ها. اما از درآمدشون اگه بخوام بگم، درآمد پزشکان عمومی اینجا یه چیزی حدود 1000 ریال هست و درآمد متخصصین هم متفاوته دیگه، حدود 1800 تا 2000 ریال هست. یک سری از تخصص‌ها رو حتی من شنیدم که بین 2500 تا 3000 ریال هم درآمدشون میرسه. دندان پزشکا هم متفاوته، با توجه به کاری که انجام میدن و تخصصی که دارن درآمدشون یه چیزی حدود 700 تا 1000 ریال میشه. درآمد ماما، پرستار و رشته‌های پیراپزشکی هم متفاوته، بستگی به اون بیمارستانی که شما کار میکنید، جایی که کار میکنید و یه چیزی حدود 400 تا 800 ریال هست. من در این مورد خیلی صحبت کردم توی ویدیوهای دیگه در مورد حقوق ماما و پرستار. حقوق ماما یه مقدار بیشتر از پرستار هستش. بریم سراغ معلمان و اساتید دانشگاه. از مدرسه شروع میکنم. مدارس دولتی اینجا خب معمولا من اینجوری دیدم که معلمانش فقط عمانی هستن. یه سری دیدم از ملیت‌های دیگه، مصری و سوری و اینها هم بودن، ولی حقوق معلمان در این مدارس یه چیزی حدود 800 تا 1000 ریال هست من شنیدم، ولی مختص عمانی ها. حالا نمیدونم اگر غیر عمانی باشن و در این مدارس مشغول باشن چه مقدار میشه حقوقشون. و بعدیش مدارس خاصه یا پرایوت هستش. تو این مدارس هم من خیلی دیگه صحبت کردم راجع به مدارس مختلف توی عمان، میگذارم براتون حتما لینکش رو یک سر بزنید به پلیلیست مدارس عمان. در مورد مدارس هم اگر شما اینجا مشغول به تدریس باشین، حالا تازه کار باشین، حقوقتون از 350 ریال شروع میشه. میگم حالا بستگی به خیلی چیزها داره، تخصصتون، تجربتون و مدرسه‌ای که میرید، ولی یه چیزی حدود 350 تا 500 ریال هستش این مدارس حقوقش. و
و میمونه مدارس بین المللی و اینترنشنال که حقوق معلمین در این مدرسه هم متفاوت هست، بسته به خیلی چیزها داره، ولی چیزی حدود 600 تا 1200 ریال هست که معمولا حقوقای خیلی بالا رو به افراد نیتیو زبان میدن. اساتید دانشگاه هم با توجه به اینکه چه دانشگاهی باشن، چه رزومه‌ای داشته باشن و چه سمتی داشته باشن، حقوقشون متفاوته، بین 1200 تا 2000 ریال. اما میرسیم به تفاوت حقوق عمانی ها و غیر عمانی ها. اینجا توی مؤسسات مختلف، دانشگاه ها، شرکت های مختلف، حقوق عمانی ها همیشه بالاتر از حقوق افراد غیر عمانی هستش. حالا تو هر پوزیشنی که باشید، داره یک صلاحیت باشید، در یک سمتی باشید، اما برای عمانی ها حقوق بالاتری در نظر گرفته میشه. و این مورد رو میتونم بگم در مورد افراد با پاسپورت کشورهای اروپایی، کانادایی و آمریکایی هم صدق میکنه. نمیدونم ارادت خاصی نسبت به این افراد توی عمان وجود داره و نه اینکه الزاما صلاحیت یا رزومه قوی‌تری داشته باشن، ولی این افراد هم نسبت به افراد خارجی دیگه درآمد بالاتری اینجا میگیرن. یه مورد هم در مورد حقوق آرایشگراست. من در این مورد توی ویدیوهای قبلیم که سوال و جواب در مورد عمان بود خیلی خوب توضیح دادم. با توجه به ساعت کاری بالایی که دارن، حقوقشون چیزی بین 250 تا 350 ریال نهایت برسه که نسبت به ساعت کاری که دارن حقوق پایینیه واقعا. اما در مورد خود عمانی ها که تصور خیلی از افراد شاید این باشه که وضعیت مالی خیلی خوبی دارن همشون یا خیلی در رفاهن و ثروتمند محسوب میشن، باید بگم که خیلی اینجوری نیست و متوسط حقوق خود عمانی ها اونجوری که گزارش شده بین 600 تا 800 ریال هست. یعنی اکثرشون در این رنج حقوقی دارن زندگی میکنن و خیلی ثروتمند یا در رفاه کامل نیستن. البته که مثل هر جای دیگه قشرهای مختلف اینجا زندگی نمیکنن، از سطح بالا تا سطح پایین، ولی با توجه به اینکه تعداد فرزندانشون زیاد هست، هر خانواده متوسط 6-7 تا بچه رو دارن، حالا معمولا 5-6 تا بچه رو خانواده کوچیک میدونن، پس با توجه به تعداد زیاد فرزندانشون و اعضای خانواده خب این هزینه‌های زندگی هم بالاتر میره و زندگی سخت‌تر میشه. میمونه بیزینس ها و شغلای آزاد. حالا با اون پروژه های عظیم و بزرگ که شرکت های خیلی قدر و خفنی میان عهده‌دارشون میشن کاری ندارم، اما در مورد بیزینس و کسب و کارها من خیلی صحبت کردم توی ویدیوم و متفاوته دیگه واقعا با توجه به اینکه شما چقدر بازارتون رو درست انتخاب میکنید و چقدر تحقیق انجام میدید و میتونید توی دل عمانی ها جایی باز بکنید و بازار موفقی داشته باشید، میتونه حقوقتون متفاوت باشه. خب همونجور که تو ویدیوهای قبلیم هم گفتم، شرایط خیلی سخته اینجا برای کسب و کارهای کوچیک و خرد و نیاز به تحقیق و صبوری خیلی زیادی داره و خیلی وقتها هم نمیشه با برندهای بزرگی که اینجا هستند رقابت کرد. پس عدد و رقم مشخصی رو نمیتونیم برای بیزینس ها بگیم چون خیلی متفاوته و به عوامل مختلفی بستگی داره. در مورد حداقل حقوق طبق قانون کار هم بخوام خدمتتون بگم، اینجا 325 ریال ذکر شده. اما خیلی از افراد هستن خارجی ها که اینجا کار میکنن و حقوق زیر 300 ریال هم و زیر این مقدار هم دارن. من فکر میکنم این مقدار حقوقی که مشخص شده 325 ریال برای خود عمانی ها بیشتر صدق میکنه که حداقل حقوق مطرح شده. اما اینکه با این حقوق چطوری میشه زندگی کرد، کافی هست یا نه و شرایط به چه صورت خواهد بود، من یک ویدیو آماده کردم در مورد هزینه‌های زندگی توی عمان، تو کانالم هست. برید سر بزنید و این درآمدها رو با اون هزینه‌ها مقایسه کنید و شرایط رو خودتون بسنجید. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید. با کانالم همراه باشید، سابسکرایب بکنید و اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید. خدا نگهدارتون.